بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، با سلسله دروس تفسیر قرآن کریم از کتاب الجامع لاحکام القرآن با شما هستیم. درسی گذشته درباره چگونه تلاوت نمودن قرآن کریم و آرای علما در این باره با یکدیگر گذاشتیم. بابی که امروز ما میخونیم این هم درباره تحذیر نمودن، آگاهی نمودن اهل قرآن و اهل علم از صفت مذمومه همانند ریا با یکدیگر خواهیم بود. امام قرطبی رحمه الله اول این باب را با آیات کریمه شروع نموده است و فرموده است که الله عزوجل در قرآن کریم در سوره نساء فرموده است: استعیذ بالله واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. تنها الله عزوجل را عبادت کنید و در عبادت الله شریک نیارید. و این چنین الله عزوجل در سوره کهف فرموده است: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. الله عزوجل در این آیات می فرماید هر کسی که دیدار الله عزوجل را می خواهد باید عمل نیک و عمل صالح داشته باشد و در پرستش و عبادت نمودن الله عزوجل شریک نیارد. یعنی عبادت هایی که می کند تنها خالص به وجه الله عزوجل باشد و کسی و نیت در پشت کارهای عبادتش نداشته باشد. در صحیح مسلم از ابی هریره رضی الله عنه روایت آمده است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت ابو هریره شنیده اند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است: ان اول الناس یقضى علیه یوم القیامه رجل استشهد. روز قیامت اولین شخصانی که الله عزوجل قضا و حکم نهایی را بر آنها میبرارد مردی هست که در راه خدا شهید شده است. فاوتی به فعرفه نعمه فعرفها. این شخص شهید را به نزد محکمه الله عزوجل میارند و نعمت هایی که الله عزوجل برای این شخص شهید در دنیا داده را با او میفهمانند که آیا چنین نعمت ها را الله عزوجل برای تو در دنیا داده بود یا نداده بود. از قوت و توانایی که در راه الله عزوجل مبارزه کنی و شجاعت و دلیری در مقابل دشمنان الله عزوجل استاده را، تمام این نعمت ها را برای این شخص میفهمانند و این هم اعتراف میکند در این نعمت هایی که الله عزوجل در دار دنیا به او داده بود. میگوید بله، چنین نعمت ها را الله عزوجل برای من داده بود. قال فما عملت فیها. سپس از این شخص میپرسند که بر این نعمت هایی که الله عزوجل به تو داده بود چی کار کردی؟ قال قاتلت فیک حتی استشهدت. این شخص میگوید که در راه تو الله چنان مبارزه نمودم که تا اینکه شهید شدم. قال کذبت. با او گفته می شود دروغ گفتی. ولكنك قاتلت لیقال جریء فقد قیل. اون جهادها و اون کشتارهایی که تو کردی به خاطر الله نبود، بلکه میخواستی تو را شخصی با جرأت و با شجاعت بگویند، شخصی که از مرگ هراس ندارد. تو این گونه میخواستی، دلت این گونه میخواست و بر چیزی میخواسته ات رسیدی. فقد قیل. به درستی که چنین هم گفتند. ثم امر به فسحب على وجهه حتی القی فی النار. سپس امر میکنند که او را از رویش کشان کشان برده به جهنم بپرتایند و در قطار این مرد شخص دیگری را میارند که تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتی به. این شخص دومی که میارند
شخصی هست که تعلیم علم گرفته است و بر دیگران تعلیم داده است و قرآن خوان است. فعرفه نعمه فعرفه، و نعمتهای را که الله عزوجل بر این شخص عالم در دار دنیا داده بود، از قبیل نعمت فهم، نعمت حفظ، نعمت تلاوت قرآن، نعمت فهمانیدن مردم و دیگر نعمتهای الله عزوجل را با او می فهمانند و اون هم اعتراف می کند که الله عزوجل تمام این نعمتها را برای او در این دار دنیا داده بود. قال فما عملت فيها، با این نعمتهای الله عزوجل تو چه کردی؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. بارا خدایا این نعمتهایی را که تو دامه دادی، من به این نعمتهای تو تعلیم علم گرفتم و تعلیم علم دادم و در راه تو قرآن خواندم. قال کذبت، با او گفته می شود دروغ گفتی، دروغ گفتی. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. این تعلیم علم گرفتگی تو به خاطر این بود که مردم تو را عالم بگویند، و تلاوت قرآن تو در محفل‌ها و در دیگر مکانها به خاطر این بود که تو را قاری بگویند. فقد قیل، به تحقیق که آن آرزو و نیتی که در دلت داشتی که مردم تو را عالم و قاری بگویند، به درستی که گفتند. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القی فی النار. این را هم امر کرده می شود که از رویش کشانیده به سوی دوزخ برده بپرتایند. و رجل وسع الله علیه و اعطاه من اصناف المال کله. و مرد دیگری را که میارند، اون همون شخصی هست که خداوند تبارک و تعالی برای این شخص از دارایی ها و متاع دنیا و اصناف اموال همه‌اش را داده است. فاوتی به فعرفه نعمه فعرفها. این مرد را هم آورده از نعمتهای الله عزوجل که در دار دنیا با او داده بود فهمانیده می شوند و او هم می فهمد و اعتراف می کند. نعمتهایی که مال و ثروتی که در دنیا خداوند عزوجل برای او داد و برای دیگر بنده اش نداد، و خدم و حشم و مال و ملک و خانه و در و دیگر نعمتهای الله عزوجل که برای این شخص الله عزوجل نصیب گردانید، هر یک تای این را این مرد اعتراف می کند. سپس با او گفته می شود فما عملت فیها، با این نعمتهای الله تو چی کار کردی؟ قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك. ای بارا خدایا، هر راهی را که تو دوست می داشتی در آن خیر و صدقه و احسان نمایند، من آن راه را ترک ننمودم و در راه تو خیر و احسان کردم. قال کذبت، بر این هم گفته می شود دروغ گفتی آخر. ولكنك فعلت ليقال هو جواد. این کارهای کردگی تو با این خاطر بود که تو را بگویند مردی سخی، مردی دست بخیر. فقد قیل، به تحقیق که این خواسته تو عملی شد و مردم هم از پشت تو را سخی و دست بخیر هم گفتند. ثم امر به فسحب على وجهه ثم القی فی النار. سپس امر کرده می شود این را هم از رویش کشانیده به دوزخ می پرتایند. والعیاذ بالله. تصور کنید اینها شخصانی هستند که هر یک تای این منزلت و مکانتی بزرگ را در نزد الله عزوجل دارند و بزرگترین نعمت، بزرگترین هدف و بزرگترین عمل این هم شهادت در راه الله عزوجل است. اما نیت ها که خالص نیست، اما نیت ها که آمیخته با سمعت و شهرت این دنیا هست، همانند بال مگس هم در نزد الله عزوجل قدر و قیمت ندارد.
پس ای شخص مجاهد و ای شخص عالم و ای شخص قاری و ای شخص دست بخیر، مراقب نیت هاتون باشید، مراقب آن چیزی که در دلهایتان پنهان است باشید، چون که روز قیامت الله عزوجل اعمال میکرده اتان را با نیتهایتان دیده پاداش میدهد. و ادامه این حدیث در سنن امام ترمذی رحمه الله آمده است که ثم ضرب رسول الله صلی الله علیه و سلم علی رکبتی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه میگوید رسول اکرم بر زانوان من زده گفتند یا ابا هریره اولئک الثلاثه اول خلق الله تسعر بهم النار یوم القیامه. ای ابا هریره، اونها سه گروه هستند که الله عزوجل دوزخ را با آنها می تسباند. یعنی قبل از آن که کفار و مشرکین عذاب دوزخ را بچشند، این سه طایفه یا سه گروه یا سه نفر اولین شخصانی هستند که دوزخ را می تسبانند. این چنین در سنن ابن ماجه و سنن امام نسائی و امام ترمذی رحمهم الله اجمعین آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است من طلب العلم لغیر الله او اراد به غیر الله فلیتبوأ مقعده من النار. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اند که هر کسی که طلب علم را به غیر خدا بکند پس جایگاهش را در دوزخ بداند. یعنی شخصی که تعلیم علم میگیرد و یا تعلیم علم میدهد اما هدف و غرض او تنها شهرت و سمعت و تعریف و تمجید نمودن مردم و اینکه در نزد مردم بالاگذار باشد و اینکه با این علمی داشتهش دیگران در نزد او کوچک باشند و او صاحب جایگاه و مکانت، پس صاحب چنین غرض و نیتها جایگاهش را در دوزخ بداند. و در سنن ابو داود و ترمذی رحمهم الله حدیث دیگری آمده است که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة یعنی ریحها. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده اند که هر کسی که تعلیم علمی را بگیرد که اون علم تنها باید برای خداوند عزوجل باشد و این شخصی تعلیم گیرنده این علمی که تنها باید برای الله گرفته شود و برای الله داده شود، این شخص این علم را تعلیم میگیرد نه به خاطر اینکه برای الله باشد بلکه برای شهرت، برای سمعت، برای تعریف و تمجید، برای بالاگذاری، برای چیزی از چیزهای دنیا تعلیم این علم را میکند. حالا چه علم قرآن باشد، چه علم فقه باشد، چه علم حدیث باشد، چه تفسیر و چه دیگر علوم هایی که متعلق به خاص الله عزوجل است. یعنی تعلیم این علوم را تنها برای الله باید گرفت و هر زحمت و مشقتی که در تعلیم گرفتن این علم میکنی و یا در تعلیم دادن این علم میکنی غرض و هدف تنها به خاطر الله باید باشد. اما اگر هدف و نیت چنین نباشد پس رسول الله میفرماید این شخص روز قیامت بوی جنت به مشام او نمیرسد. و در دیگر حدیث آمده است که بوی جنت از دوری راهی که 500 سال طول میکشد که اون راه را طی نمایی، بوی جنت از همین قدر دوری به مشام بنده مؤمن میرسد. پس احتیاط را چقدر بسیار نماییم که دل و نیت های ما تنها به خاطر الله عزوجل باشد. و حدیث دیگر در سنن امام ترمذی رحمه الله آمده است که از ابی هریره رضی الله عنه میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت بر خداوند تبارک و تعالی پناه ببرید
از جب حزن. پرسیدن یا رسول الله و ما الجب الحزنی، ای پیامبر اکرم جب حزن چی است؟ قال واد فی جهنم تتعوذ منه جهنم فی کل یوم 100 مره. جب حزن جایگاهی هست در دوزخ که خود جهنم و خود دوزخ از این جایگاهی داشته اش بر الله عزوجل پناه میبرد هر روز 100 مراتبه. قیل یا رسول الله من یدخلها؟ رسول الله را پرسیدند چی کسی این جایگاه را داخل می شود؟ قال القراء المراؤون باعمالهم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند آن جایگاه را کسانی می درآیند که قراء هستند، یعنی قاریان قرآن هستند که از پشت قاریگیشان ریا و سمعت مردم است. و همین حدیث بر روایت دیگری آمده است که در جهنم جایگاهی هست که خود جهنم از اون جایگاه به الله عزوجل پناه میبرد در یک روز 7 مراتبه. و در این جایگاه چاهی هست که دوزخ و این جایگاه از این چاه بر الله عزوجل روزانه 7 مراتبه پناه میبرند از شری که در آنجا وجود دارد. و در این چاه مار وجود دارد که جهنم و این جایگاه و آن چاهی که در آن جایگاه هست از شر این مار 7 مراتبه روزانه بر خداوند عزوجل پناه میبرند. و الله عزوجل این جایگاه و این چاه را و این مار را مخصوص گردانیده است برای بندگان اش که حاملان قرآن کریم هستند، یعنی قاریان قرآن هستند، یعنی کسانی هستند که قرآن را تلاوت میکنند، قرآن را میفهمند اما عصیان الله عزوجل را میکنند، چه اوامر قرآن را عمل نکنند و چه سمعت و ریا و شهرت از پس تلاوت قرآن کریم داشته باشند. فهم قرآن، تلاوت قرآن، درک قرآن نعمتهای بزرگ الله عزوجل است که جواب پس دادن در این نعمتها بسیار مشکل است. همانند که درس‌های گذشته درباره فضیلت قرآن گپ زده بودیم که همراه ملائکه ها رفته میرسد انسان با قرآن کریم، همچنین با قرآن کریم به جایگاهی میرسد که جهنم از این جایگاهی داشته اش به خداوند تبارک و تعالی پناه میبرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرماید اتقوا الریا فانه شرک. از ریا کردن در اعمالتون بپرهیزید و پناه ببرید به الله عزوجل، چرا اینکه این ریا شرک است، شرک به الله عزوجل است. و شخص ریاکن را روز قیامت در بین تمام خلائق صدا زده فریاد می نمایند با 4 نام: یا کافر، یا خاسر، یا غادر، یا فاجر. کافر گفته صدایش میزنند و خاسر یعنی از دست داده، شرمنده، و یا غادر شخصی که در وعدهش خلاف میکند، چون که این قرآن عهدی هست بین بنده و خداوند عزوجل که تنها تعلیم او برای الله باید باشد. و یا فاجر، فاجر شخص دروغگو و فریبگر را میگویند. ضل عملک و بطل اجرک. عمل نیکی کرده ات نابود شد و اجرشم باطل گشت. فالتمس اجرک ممن كنت تعمل له یا مخادع. پس اجرت را، پاداشت را از کسی طلب کن که در دنیا برای او عمل نمودی ای فریبگر. و احادیث و آیات بیشتر و معلومات بیشتر درباره ریا و شهرت و سمعت و تحذیر از اینها امام رحمه الله می‌فرماید در بین کتاب و در هنگام تلاوت و تفسیر آیات بسیار خواهیم گفت. و در همین جا امام رحمه الله با همین قدر اکتفا می نماید و با شروع بابی دیگری که درباره
صاحب قرآن و قاری قرآن چی چیز را باید برای خود بداند و چی چیز را از اون غافل نباشد شروع میکند و ما در اینجا درس خود را به اتمام میرسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.